تخفیفایی که مردم تصور میکنند ارزان میخرند رو بررسی کردیم. این یه بسته شکلات زده 10% تخفیف داریم میدیم به مشتری. قیمت فروشش رو زده 181,080 تومان. قیمت مصرف کننده رو ملاحظه بکنین 150,000 تومان. 30,000 تومان بالاتر از قیمت مصرف. و با چه منتی هم گذاشته 10% دارم بهتون تخفیف میدیم. بدون کالا برداشتیم روش خورده چند 34,000 تومان، با تخفیف چند 40,000 تومان. روبی که توی این فروشگاه دارن میفروشن تو فروش ویژه 97 تومان بوده، روشو خط زده 88,000 تومان، اما قیمت مصرف کنندش 85,000 تومانه. فقط یه سوال دارم، این 97,000 تومان از کجا آوردن؟ تخفیف‌های مواد شوینده و بهداشتی هم جالب بود. قیمت مصرف کننده زده 62. روش هم زده 62. بعد با تخفیف زده 66. تخفیف قیمت میره بالا یا میاد پایین. اسکنرمون خرابه که ما لیبل‌ها رو عوض کنیم. خب الان اینا رو ببریم کدوم قیمت روشو میده یا قیمت تخفیف. اما در فاکتور همون قیمتی رو زدید که با تخفیف رفته بالا و یعنی گرانتر دارید به مردم میشین. یعنی مثلا ندارم اگه اشتباهی شده ما اشتباه رو درستش میکنیم. اشتباه نیست دیگه، عمد دیگه. الان من این جنسو خریدم رفتم. شما کی میخوام متوجهشم برگردم نگاهم نمیکنم.